سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز هم در خدمتتون هستم با آموزش رسم الگوی آستین مقدماتی. برای این کار ما احتیاج داریم که اول کاغذ الگومون رو تا کنیم و توی این قسمتی که تا کردیم الگومون رو رسم کنیم. ما به اندازه بلندی کف حلقه احتیاج داریم در قد آستین. من بلندی کف حلقم رو رسم کردم، قد آستینم به همین ترتیب. از این قسمت که کاغذ رو تا کردیم 3 الی 4 سانت بیرون میاییم و در این قسمت که قد آستینمون هست 10 سانت پایین میایم. این دو تا نقطه رو به هم وصل میکنیم و نقطه وسط این خط رو مشخص میکنیم. در سمت راست این نقطه وسط رو مشخص میکنم، سمت چپش هم همینطور. 3 تا نقطه به من میده. تو نقطه اول 1 سانت پایین میام، تو نقطه سوم 1 سانت بالا میرم و به این ترتیب هلال میزنم، از نقطه وسط عبور میکنم و به این شکل حلقه پشت رو اول رسم میکنم. بعد از این نقطه وسط 1 تا 1.5 سانت پایین میام، دوباره حلقه جدید رو رسم میکنم. این میشه حلقه جلوی آستین من. تو قسمت مچ اندازه مچم رو مشخص میکنم و اینجا به این نقطه وصل میکنم. به همین راحتی الگوی آستینمون رو کشیدیم. فقط یه نکته‌ای که وجود داره اینه که باید حلقه آستین توی الگوی آستین با حلقه آستین توی الگوی بالاتنه حتما کنترل باشه و اینکه باید حتما بعد از اینکه کنترل کردیم برای خورد دادن یه مقدار به این حلقه آستینمون اضافه کنیم. حالا بستگی به مدل لباسمون و جنس پارچمون این میزانی که باید اضافه بشه متفاوت هست. ممنونم که با من همراه بودین. امیدوارم که از آموزش ما استفاده لازم رو برده باشید.